شاه داشت با چک و لگد ما رو به سمت دروازه‌های تمدن می‌برد، داشت با چک و لگد ما رو آدم می‌کرد. خیلی به شاه توهین کردی، به شاهی که شبه رو سرتون برد، به شاهی که شرف از دست رفته ملت ایران به ما برگردون، به شاهی که کشور اشغال شده ایران رو مجددا برگردون به عظمت، به شاهی که ریال ایران رو تو دنیا می‌بردی خورد می‌کردی. پدر من تو آلمان ریال ایرانی 1000 تومانی خورد کرد. من یه ورق قانون اساسی مشروطیتی که خونبهای اون ملته، قبلگاه من کوروشه، خدای من رضا شاهه، خدای من محمد رضا شاهه که انسانیت و کرامت انسانیت رو آوردین تو دلار، شرفتون رو فروختین، ناموستون رو فروختین، پرچمتون رو فروختین، به خفه خون مرگ گرفتین، آبو براتون بستن، برفو براتون بستن، سینما رو ازت گرفت، تئاتر رو ازت گرفت، تفریح رو گرفت، کاباره رو گرفت، کافه رو گرفت، باشگاه ورزشی رو گرفت. چیکار کرد؟ چپون تو خونه گفت بشید هدیه بکش. کم دادی؟ آره. احمد نژاد وارد کن از ونزوئلا، از اکوادور، از کلمبیا وارد کن. شیشه بود نمیدونم یه چیزایی یارو میکشه کرم از بدنش میزنه میره. حقمونه وقتی به اون خدا بد کردیم، اون اشکی که از چشم اون خدا آوردیم، اون یه قطره زمین ایرانو تلخ کرد. دست کلنگ هم دیگه تو اون زمین نمیروید. برید خداتون رو شکر کنید اگه کنون یه وجب مونده براتون تو رو چرا سبزی و گندم میکنن.